دیگه از روی استریم نه رو تو کون ما نچسبیم بابا کیرم تو بازی کردن بابا از روی استریم اومدن از روی استریم اومدن دهنمون با خدا اومدن جعفر اومدن اینا رو با خدا رو چیزه اسپرس یاره اینجوری بندری میزنه داره ند میکشه بنازم اوکی بنازم به خدا جعفر هیل کو جعفر ببین ریکورد پرداد داره اومد جعفر کیلاتو داره میدوزه آجی این اومده کیلاتو بدوزه آجی خدا جعفر بزنه یارو نوبه سره جعفر ببین چی کار میکنه نو اسکین دوباره خدا جعفر میزنه جیج پسر 1-3 تمیز از جعفر گیمر در مپ ووب اولتیمیت این پسر چه بد میزنه دستان یا خدا تریاک یکی دیگه میچسبونه به جعفر او استریم اسنایپر او بنازم جعفر یک شات خفن یا یکی دیگه میپره اینا میزنه یه دونه خدا جعفر گیمر این چی کار میکنه اوه جعفر رو جعفر رو میفرستن لابی میگن خدافزی کن جعفر وای اینا با خدا همش استریم اسنایپر آجی میچسبه من اول توپنچ توی زدن لاشیه بابا اون اسکواد تریاکی همشون چیترن آجی فکر کنم اونا یه چیز دارن ها ابول با خدا اونا بابا من تو ماشین هلمتمو کندم نداشتم برسم با خدا اون اسکواد تریاکی آجی سالم پله نمیدن یکی داشون ناسالمن ذات تریاک داره خدا بگو بچه‌ها لایو کسی کپکات پرو نداره چیا؟ کپکات پرو کفکات پرو واسه اندروید نه بابا واسه آیس باید بخریش فکر نکنم اینا داشته باشن یکی داره رپیگم داره مختار گیمر بلوچه خب اون مختار کرد نه یه مختار دیگه است اون ادیت میذاره با اون برنامه منم با کپکات ادیت میذارم من با وی ان میزنم من با کپکات نمیزنم وی ان من با وی ان میزنم با وی ان چرا ادیت نمیزنی ابول با وی ان خیلی ادیت داد ببین من حال نمیکنم فقط با چی کپکات کپکات آره من ازش میپرسم ببینم چی اون داره حاجی اون خودش استفاده میکنه ولی نمیدونم چطوری جره کپکات فرو 6 بهتره ابول همه گزینه‌هاشو که واسه آزاد دیگه چی دیگه همش میتونی واسه ادیتورا خوبه حاجی منم خیلی لازم دارم ما دهنم سرویس شده آره واسه تی دی پلیرام خیلی خوبه حاجی واسه کلاسیک پلیرای مثل ما حاجی واسه رات میتونی میری تو وی ان میزنی 4 تا ایتم میزنی میای بیرون حاجی ولی تو تی دی مثلا این حرکت آهسته و ایناشو باید قشنگ باید چیز در بیاری من میزنم با وی ان اصلا قشنگ در نمیاد جعفر رو نگاه کن با اینشاد ادیت میزنه در حد لادیگا نه بابا جعفر هم کپکات داره وای کپکات و اینشاد اون حرکت آهسته که میکنی اول میدونی کش میده خب حرکت آهسته شو ولی وی ان نمیده ولی وی ان با بهترین کیفیت ادیت میزنه من هر 30 ثانیه مال من 4 گیگ 5 گیگ میگیره